عیسی شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستان عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره مند بوده. نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما سرازیر شود و وجود داشته باشه. دوستان عزیز، یک شنبه نخل یا عید یک شنبه نخل به همه شما تبریک میگم. و حالا که ما در هفته مقدس قرار داریم، امیدوار هستم که در این هفته بتانیم بیشتر از طریق ستایش و پرستش خداوند خود یسوع مسیح را بیشتر و بیشتر جلال بدیم. اگر عیسی مسیح خدای پرجلال است و به جلال دادن ما نیاز ندارد، ولی باز هم ما با سبب احترام و محبتی که نسبت به خداوند خود داریم می‌خواهیم که از طریق ستایش پرستش و عملی کردن احکامش در زندگی ما که بزرگترین حکمش محبت است، نام عیسی مسیح را جلال بدیم. دوستان عزیز، بازم از تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان با یک برنامه جدید و یک موضوع جدید در خدمت شما قرار دارم. قسمی گفتم دوستان عزیز، مسیحیان در این هفته که این هفته را به نام هفته مقدس یاد میکنند، به ستایش و پرستش خداوند یعنی بیشتر از وقتهای دیگه میپردازند و این هفته بسیار بر مسیحا خاص و محترم است. اگرچه در بین روزها و ماهها و سالها و هفته‌ها و ثانیه‌ها و دقیقه‌ها هیچ فرقی وجود نداره، همش مبارک است و خداوند اونا را خلق کرده و با وجود آورده، ولی این هفته یک کمک برای مسیحا کمی دارای اهمیت بیشتر و زیادتر است. دوستان عزیز، یک شنبه که تیر شد عید نخل یا یک شنبه نخل یا عید یک شنبه نخل بود. نخل همون خرما است و امروز ما میخوایم دوستان عزیز که درباره هفته مقدس و درباره عید یک شنبه نخل برای شما معلومات بدم تا دوستایی که مسیحی هستن اگر معلومات نداشته باشن معلومات دریافت بکنن و کسایی که مسیحی هم نیستن اونام بفهمن و بدانن که چرا مسیحی ها عید یک شنبه نخل برگزار میکنن و هفته مقدس را مسیحا گرامی می‌دارند. و باید به شما بگویم دوستان عزیز که چند عید بسیار مهم مسیحی ها در این هفته برگزار میشه: عید نخل، عید قیام یا رستاخیز عیسی مسیح و عید جمعه نیک. یعنی عید نخل، عید جمعه نیک و عید قیام یا رستاخیز عیسی مسیح، سه عید در این هفته تقریبا در مدت 8 روز پای در پای برگزار میشه و مسیحای سه عید را جشن میگیرن. خب دوستان عزیز، اولی که میپردازیم به این که هفته مقدس که در عید نخل و عید جمعه نیک و بعد از عید قیام در این هفته قرار داره، یا مثلا در مدت البته 8 روز این سه عید مثلا مورد بزرگ داشت قرار میگیره با واسطه مسیحی ها. چی است هفته مقدس؟ دوستان عزیز، مهمتر از همه و یا اولتر از همه باید این را بگویم دوستان عزیز که کتاب مقدس درباره تجلیل عید نخل، درباره تجلیل عید جمعه نیک، درباره تجلیل عید قیام یا رستاخیز هیچ چیز نفرموده. یعنی کتاب مقدس هیچ حکم به مسیحیان نکرده که شما عید نخل را برگزار بکنین یا عید قیام را برگزار بکنین یا عید جمعه نیک را برگزار بکنین. حتی کتاب مقدس کدام توصیه هم به مسیحیان نکرده که شما عید نخل یا عید جمعه نیک و یا عید قیام را شما برگزار بکنین و تجلیل بکنین. و اگر در تمام کتاب مقدس خصوصا در عهد جدید ما و شما دوستان عزیز بریم ما مطالعه بکنیم، ما کدام مثال از این را نمیبینیم که این عید نخل یا یک شنبه نخل یا عید جمعه نیک یا عید مثلا قیام توسط کلیسای وقت تجلیل شده باشه، برگزار شده باشه. البته در کتاب مقدس در اعمال رسولان در یک قسمت میفرماید که مردم همون روز را که مسیح از مرگ برخاست، همون روز را اونا روز عبادت تعیین کردن و در اون روز گرد هم جمع میشن، خداوند خود ستایش میفتن. اون منظورش روزای یک شنبه است که هر یک شنبه ها مسیحا در وقت و حال هم جمع میشن. قبل از او در روزای جمعه در روزای شنبه جمع میشدن دوستان عزیز. پس چیزی که برای ما و شما مسیحا مهم است اویی است که کتاب مقدس همون قسمی که درباره کریسمس نفرموده یا درباره عید صعود عیسی مسیح و یا غیره نفرموده، حتی عید پنتاکوست کتاب مقدس یعنی حکم نکرده که شما باید ایره یک عید بدانین و تجلیل بکنین.
و برای ما کتاب مقدس در هیچ جایی حتی توصیه هم نکرده که این اعیاد را ما گرامی بداریم یا تجلیل بکنیم. این را باید ما شما به یاد داشته باشیم. ولی همون قسمی که ما شما میفهمیم که کتاب مقدس درباره تولد عیسی مسیح فرموده و ما میدانیم که عیسی مسیح مثلا چگونه و چطور آمد و لباس انسانی پوشید و یعنی به دنیا آمد و از مریم متولد شد. اون مسئله را ما میفهمیم و درباره از در کتاب مقدس نوشته شده و همون رقمی که درباره عید صعود یا درباره صعود عیسی مسیح یا درباره عید پنتاکاست در کتاب مقدس نوشته شده و ما میخوانیم. همین رقم درباره یکشنبه نخل، درباره هفته مقدس، درباره مثلا عید جمعه نیک و همین رقم ایستر یا عید قیام در این باره در کتاب مقدس نوشته شدن. درباره وقایع از این نوشته شده. یعنی تو نوشته نشده که شما کریسمس از عید کریسمس را تجلیل بکنین، بلکه گفته این کرایست مس یعنی مسیح را بزرگ داشت کردن به خاطر از اینکه در این زمان تولد شده، تولد مسیح ذکر شده، صعود مسیح ذکر شده، آمدن روح القدس ذکر شده، این که مسیح بالای وارد شهر اورشلیم و مثل یک پادشاه روحانی میشه، ای در کتاب مقدس ذکر شده. که مسیح برای صلیب میمیرد ذکر شده، که مسیح دوباره از مرگ زنده میشه ای ذکر شده در کتاب مقدس. ولی گفتم حکمی وجود نداره که ما بگیم خوب اگر عید نخل باید گرامی بداریم و برگزار بکنیم، یعنی عید جمعه نیک را و عید قیام را حتما باید ما برگزار بکنیم، چرا که حکم کتاب مقدس است. هم حکم در کتاب مقدس وجود نداره، حتی توصیه هم در این باره کتاب مقدس نکرده. پس چرا مسیحی ها باز میان کریسمس را، عید صعود عیسی مسیح را و همچنان عید پنتاکاست را و عید یکشنبه نخل و عید جمعه نیک را و عید قیام را تجلیل میکنن؟ به خاطر چی؟ به چی هدف؟ به خاطر از اینکه مسیحا وقتی که میرن به مثل ما و شما کتاب مقدس را میخوانن و میبینن خوب در همین یکشنبه که عیسی مسیح به طور شاهانه وارد اورشلیم شد، خوب اینمی یک مناسبت بسیار مهم است و با امی مسیحی ها میان به خاطر از اینکه گرامی داشته باشن عیسی مسیح را و احترام بکنن به عیسی مسیح نسبت به محبتی که دارن و به خاطر از اینکه نام مسیح را بیشتر جلال بدن، امی روز را خودشان معین کردن. یعنی کتاب مقدس معین نکرده، خودشان معین کردن و در امی روز اینا آمدن گفتن این امی را به نام یکشنبه نخل یاد میکنیم. همین رقم وقت مسیحا در کتاب مقدس خواندن و دیدن که روز جمعه عیسی مسیح یا یسوع مسیح برای صلیب قربان کرد خود را، فدا کرد خود را به خاطر گناه ما و محبت و عدالت را پوره ساخت، اینا آمدن این روز محترم شمردن و به صفت یک عیدی را اینا میخواین تجلیل بکنن ولی کتاب مقدس نگفته که شما تجلیل بکنین، متوجه هستین؟ بلکه خود مسیح هم یعنی را تجلیل میکنن به خاطر که بیشتر بتونن نام عیسی مسیح را جلال بدن. و همین رقم که روز یکشنبه مسیح از مرگ قیام کرد و برخاست، مسیحا بسیار خوشحال هستند و پیروزی از بر همه مسیحا. اونا از خوشحالی خود آمدن امید قیام را خودشان با وجود آوردن و این امروز تجلیل میکنن. هدفش شان نیک است، نیتشان نیک است و به هدف جلال، ستایش، پرستش و خوشی معنی را چی میکنن؟ این اعیاد را تجلیل میکنن. پس مسئله را که من میخواستم بر شما بسیار ایره به توضیح به شکل بسیار تفصیلیش براتان صحبت کردم دوستای عزیز و هدف میست که شما منظور مرا بفهمین و ایست که دوستای عزیز همین اعیاد را که شما میبینین، چی عید نخل باشه، چی جمعه نیک باشه، چی قیام باشه و یا کریسمس باشه یا پنتاکاست باشه یا عید صعود باشه، هر کدام از همین اعیاد درباره هر ای از مثلا بر تجلیل از یا کدام حکم در کتاب مقدس وجود نداره، تا کتاب مقدس توصیه هم نکرده که شما این اعیاد را تجلیل بکنید و مثال از این اعیاد هم در کتاب مقدس وجود نداره. ولی مسیحی ها به وقت رفتن در کتاب مقدس خواندن و واقعی مثلا تولد مسیح را کریسمس است، گفتم واقعی مثلا جمعه نیک که رفتن مسیح بر روی صلیب است، واقعی
قیام مسیح که از مرگ برخواسته، واقع وارد شدن ورود شاهانه مسیح به اورشلیم را که موعد نخل است، و واقع به آسمان رفتن عیسی مسیح که موعد صعود است، و واقع آمدن روح القدس که موعد پنتاکاست است. اینا را در کتاب مقدس خواندن، گفتن خب اینمی چند روز مهم است برای مسیح و وقایع مهم در کتاب مقدس صورت گرفته، پس ما میایم روزا را به شکل عید چی میکنیم؟ تجلیل میکنیم و در این روزا ما بیشتر از همه وقت دیگر خوشحال میباشیم، گردم جمع میشیم، ستایش و پرستش و عبادت خداوند خود یسوع مسیح را میکنیم. پس دوستان عزیز، این براتان بسیار باید واضح باشه که یک شنبه نخل، عید پاک، عید قیام، حکم تجلیلش در کتاب مقدس وجود ندارد تا توصیه هم نشده، ولی امروز که مسیحا میان یا را به شکل اعیاد برگزاری میکنن، جشن میگیرن به هدف نیک است و یک کار نیک و محترم است و مسیحی ها ایره به خاطر ستایش، عبادت و پرستش و خوشی و گردم جمع شدن و مشارکت تو رفاقت چی میکنن؟ انجام میدن. و این بسیار روزای مهم است و ما بسیار خوشحال هستم کسایی که در ابتدا آمدن و تصمیم گرفتن که اینمی روزا را باید تجلیل بکنن به شکل جشن و به شکل عید. بسیار کار نیک و خوب کردن و از این من حمایت میکنم، ولی این چیز مجبور نیست کسی اعیاد را تجلیل بکنه. خب دوستان عزیز، ما درباره فلسفه کتاب مقدس صحبت میکنیم. در عهد قدیم در کتاب زکریا فصل 9 آیه 9 که بعداً باز من این آیه را بر شما میخوانم، پیشگویی شده بود که یک زمان مسیح موعود به شکل بسیار ظفرمندانه با ورود شاهانش وارد اورشلیم میشه و در اوج مردم به پذیرایی از مسیح شاخه های نخل یا خرما را به سر راه مسیح فرش میکنن و مسیح سوار بر یک خر یا مرکب وارد یا داخل شهر اورشلیم میشه به مثل یک پادشاه روحانی. و همی واقع باز در زندگی عیسی مسیح در اینمی یک شنبه نخل به وقوع پیوست که در یوحنا فصل 12 باز آیه ها را من بعداً بر شما میخوانم. همی واقع به وقوع پیوست و مسیح سوار بر یک مرکب با یک ورود بسیار ظفرمندانه و شاهانه وارد شهر اورشلیم میشه و مردم امور رقمی که پیشگویی شده بود به دو طرف سرک یا راه مسیح میستن و شاخهای نخل را به سر راه مسیح فرش میکنن، پتوهای خود را به سر راه مسیح فرش میکنن و همشان سرود هوزانا هوزانا یا هوشیانا یا هوشیانا را سر میتن و میخوانند که به معنای مبارک است آن پادشاه که میآید. پس به می خاطر یک واقع بسیار مهم بوده که مسیح در اینمی جا دیگه آمد به یک ورود بسیار پادشاهانه، یعنی یک پادشاه روحانی سوار بر مرکب با استقبال گرم مردم روبرو شد و وارد شهر اورشلیم شد تا خود را آماده بسازه بر او قربانی که پیشگویی یا پیشبینی شده بود. پس دوستان عزیز، به این خاطر باز مسیح آمدن همی ورود ظفرمندانه عیسی مسیح را به نام یک شنبه نخل، چون شاخه‌های نخل بر سر راه مسیح مردم فرش کردن، از او استقبال کردن، از او پذیرایی کردن و مسیح را خوش آمدید گفتن. به او خاطر اونا آمدن و یک شنبه را چی میکنن؟ به شکل عید یا جشن میگیرن. اما رقم مردم اونجا خوشحال بودن و سرود میخواندن که هوزانا هوزانا یا هوشیانا هوشیانا، یعنی مبارک است آن پادشاه که میآید. در اینجا مسیح سرود خوشی سر میتن و خداوند و نجات دهنده خود یسوع مسیح را اونا ستایش میکنن. خوبی شد یک شنبه نخل. ما گفتیم هفته مقدس یک هفته 7 روز داره. پس در روزهای بعدیش چی صورت گرفته؟ در روز دوشنبه عیسی مسیح باز هم وارد معبد میشه، یعنی معبد اورشلیم، و در اونمو معبد بر بار دومی یسوع مسیح میآید چی میکنه؟ معبد را پاکسازی میکنه. اگر شما باید داشته باشین بر بار اول وقتی یسوع مسیح وارد معبد اورشلیم شد، دید که از معبد مثلا اورشلیم اینا آمدن یک بازار تجارتی ساختن. پس این بازار تجارتی در هم و بر هم زد مسیح و گفت اینجا جای عبادت هست و شما نباید جای عبادت را به جای تجارت تبدیل بکنین. و آل در اینمی دوشنبه که بعد از یک شنبه نخل دوشنبهش است، در اینمی هفته مسیح وارد اورشلیم شده و در اورشلیم وارد معبد و در معبد میره. اینمی معبد اورشلیم یک بار دیگه پاک میکنه، یعنی مکان عبادت را که مردم با مکان تجارت تبدیل کرده بودن این را پاک سازی میکنه.
روز سه‌شنبهش یسوع مسیح بر بار آخر میره در داخل این معبد اورشلیم بعد از اینکه پاککاری کرده روز دوشنبهش و میره در اینجا بر بار آخر بر مردم در داخل معبد صحبت میکنه و آخرین پیام خود را به مردم میرسانه. روز چهارشنبهش دوستای عزیز یهودا میره با فریسیا و با صدوقیا، البته با علمای مذهبی یهود، میره یک معامله میکنه و میگه ما میخوایم جایی را که مسیح در اوج از طرف شب به سر میبره به شما نشان بدم تا شما برین و دستگیر کنین و محاکمه کنین. چرا؟ علمای مذهبی یهود میترسین اگر در جریان روشنی روز مسیح را گرفتار کنن شاید مردم قیام کنن و یاهوی به وجود بیاید و اونا ترس داشتن از امپراتور روم و از حکمران روم در این منطقه که بازو یاهو را خوش نداشت. چی را خوش داشت حکومت روم؟ تنها مردم آرام باشن و جزیه بتن، یعنی تکس بتن، مالیه بتن و قیام به نفشان نبود. پس اینا با یهودای خریوتی ببخشین آمدن و در اوجا با او یک معامله کردن و گفتن در بدل 30 سکه نقره که بسیار زیاد بود در او وقت یک پول انگفته بود تو مسیر به ما بفروش، یعنی جایش بر ما نشان بده، یعنی خیانت کو. پس چهارشنبه یهودا به مسیح خیانت میکنه. روز پنجشنبهش یسوع مسیح می با شاگردای خود در یک بالاخانه قبل از قبل پیش بینی و پیشگویی شده در اوجا میره و با شاگردای خود شام خداوند را تجلیل میکنه. و دوستا عزیز باید بر شما بگویم که هیچ کدام از این اعیاد، چی کریسمس، چی عید قیام، چی عید نیک، جمعه نیک، چی عید نخل، یکشنبه نخل، چی عید پنتاکوست، چی عید بازم برتان میگم صعود یسوع مسیح، هیچ کدام از این حکم بر بزرگداشتش در کتاب مقدس وجود نداره. ولی تنها حکمی که مسیح کرده در این پنجشنبه این هفته مقدس گفته چیزی را، تنها عید را یا تنها حکم را یا آیین را که مسیح گفته که شما حتما باید به بزرگداشت از من و به یاد بود از من انجام بدین، اینمی شام خداوند یا عشای ربانی از دوستان عزیز. به او خاطر است که مسیح همیشه شام خداوند را تجلیل میکنند و برگزار میکنند. و همچنان حکم دیگه که مسیح کرده گفته که برین مردم شاگرد ما بسازین و اونا را غسل تعمید بدین. پس شام خداوند و غسل تعمید درباره از اینا مسیح حکم کرده که باید ما انجام بدیم. و همچنان حکم دیگه مسیح چیست؟ که برین خدایتان را محبت کنین و حکم دیگهش بشر را محبت بکنین. پس این احکام مسیح است که باید ما را پیروی بکنیم. ولی در قسمت از این آیات کدام حکم مسیح نفرموده و مسیح ها گفتم به هدف از این که احترام با مسیح و ای که از کتاب مقدس میخوانند که بسیار وقایع مهمه در کتاب مقدس ذکر شده، این روزا رو باز جشن میگیرن. از روز پنجشنبه مسیح با شاگردای خود امو شام را می داشته باشد به نام شام خداوند یاد میشه و او به بزرگداشت از عید پس است که یهودی ها می روز را به نام عید پس یاد میکردن که یک داستان کاملا متفاوت داره، البته ربط داره با این. یک مثال، یک نمونه از او میتونه باشه. مثلا زمانی که خداوند قوم بنی اسرائیل از مصر آزاد میساخت و بر موسی گفت، حکم کرد که برو به قوم بنی اسرائیل بگو که همشان مثلا نان فطیر آماده بکنن و همچنان یک گوسفند را بکشن و خونش به دور چارچوب دروازه خود بریزن، چون فرشته مرگ یا اسرائیل وارد امو شهر میشه و اینا کدام آسیب نرسانه. و امو از اون وقت بعد اینا عید پس را چی میکنن؟ تجلیل میکردن یا پس اوور. و مسیح در اینجا او را امو شام را وقت تجلیل کرد او را به نام شام خداوند یاد کردن. خوبی شد روز پنجشنبهش. و روز جمعه هفته مقدس چی شد؟ امو نیمه های شبش که مسیح را گرفتن و زدن و به دادگاه صبحش بردن و بالاخره مسیح در امو روز جمعه به صلیب کشیدن. یعنی مسیح خودش را پیشگویی کرده بود و مسیح خواستی که شد تا قیمت گناه ما شما پرداخته شود، فدیه گناه ما داده شود و این کار صورت گرفت. مسیح بر روی صلیب مرد. این بود روز جمعه، یعنی مرگ مسیح که به نام جمعه نیک یاد میشه. دوستان عزیز که مسیح به خاطر از اینکه مسیح جان خدا به خاطر بشر فدا کرد، اینا این روز به شکل یک عید و جشن چی میکنن؟ برگزار میکنن. چرا جشن؟ به خاطر از اینکه میگه اگر مسیح برای صلیب همین فداکاری انجام نمیداد، حال عاقبت همه ما مرگ ابدی و دوزخ میبود و مسیح راه بهشت یا نجات را بر ما باز کرد. روز شنبهش مسیح در قبر است، یعنی در قبر جسدش گذاشته شده و در روز یک شنبهش باز مسیح دوباره پس از مرگ زنده میشه.
و این روز وقت زنده میشه پیروزی خود را بر شیطان، پیروزی خود را بر گناه، پیروزی خود را بر مرگ، بر تاریکی نشان میده و بر همه مسیحا پیروزی خود را ابلاغ میداره که دیگه شما نجات یافتین و اینی هم مثلا یکی از شهادت هایی است که بر شما ما میتم، یا یکی از دلایل که شما میتونید به دیگران بگین که ما با واقعیت نجات یافتیم و زندگی ابدی داریم، یعنی قیام عیسی مسیح است. خب دوستان عزیز، این بود تشریح هفته مقدس. گفتیم یک شنبه نخلش به خاطر ورود ظفرمندانه آشیانه مسیح به اورشلیم، دوشنبهش مسیح معبد را پاکسازی میکنه، سه شنبهش آخرین سخنان خود را در معبد انجام میده مسیح، چهارشنبهش یهودا با مسیح طرح خیانت را میبنده و پنجشنبهش مسیح آخرین شام را یا که به نام شام خدا یاد میشه با شاگردای خود میداشته باشه، روز جمعهش دستگیر میشه و محاکمه میشه و بالاخره به سر صلیب میره، شنبه در قبر است و یک شنبهش از مرگ برمیخیزه. دوستان عزیز، پس ما درباره جمعه نیک و عید قیام، عید جمعه نیک و عید قیام هم یک برنامه می داشته باشیم. من درباره جمعه نیک، عید جمعه نیک و عید قیام الان صحبت نمی کنم، ولی ما فهمیدیم که جمعه نیک یعنی روزی که مسیح برای صلیب رفت و کار نیک را انجام داد، راه نجات را بر ما باز ساخت، و عید قیام یعنی مسیح از مرگ برخاست و پیروزی ما را بر همه شیطان و مثلا گناه و دوزخ و تاریکی اعلام کرد. و دوستان عزیز، ما هم درباره عید یک شنبه نخل با شما صحبت میکنم. ما گفتم که در اینجا آیات از عهد قدیم وجود داره که پیشگویی شده بود درباره اینمی یک شنبه نخل، و همچنان آیات در عهد جدید وجود داره که مسیح همون پیشگویی که درباره شده بود او را در حقیقت به عمل چی که در عمل انجام داد و همون پیشگویی به عمل به وقوع پیوست. دوستان عزیز، ما میایم این آیات بر شما میخوانم. دوستان عزیز، پس اگر ما شما از زکریای نبی از عهد قدیم فصل 9 بخوانیم، من از زکریای نبی بر شما دوستان عزیز میخوانم. زکریای نبی فصل 9 آیه 9 میگه: ای قوم من شادی کنید و از خوشحالی فریاد برآورید. همون رقم کردن مردم، چون پادشاهتان نزد شما می آید. پادشاه روحانی است، او نجات دهنده پیروزمنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغ می آید. من اسبا و عرابه های جنگی شما را شما خواهم گرفت و کمان های جنگی تان شکسته خواهند شد، زیرا پادشاه شما در میان تمام قوم ها صلح برقرار خواهد کرد. قلمرو حکومت او از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین خواهد بود. خب به خاطر عهدی که با شما بستم و آن را با خون خود مهر کردم، اسیران شما را از چای هلاکت خواهم رهانید. یک پیشگویی بود دوستان عزیز که توسط زکریای نبی، یعنی با خداوند با واسطه زکریای نبی انجام داده بود، و زکریای نبی صدها سال پیش از مسیح زندگی میکرد و پیشگویی کرده بود که اونمو مسیح موعود که برای نجات بشر میآید به شکل پادشاه روحانی وارد اورشلیم میشه و مردم را نجات میده، و تمام کوشش‌هایی را که مردم میکردن که به این نجات برسه و کوشش‌ها همش برطرف میشه و مسیح راه نجات را چی میکنه؟ باز میکنه. و ای که مردم بر علیه دیگر هستن که در اینجا سلاح جنگی و عربه و غیره از میگه این قدر قلمرو مسیحی چیزا باز که هستک، چون یک قلمرو روحانی هستک جای نمی داشته باشه، بلکه مسیح صلح را در بین همگی برقرار میسازه و این قلمرو مسیح دیگه مرز و حد و حدود نداره، یعنی در تمام دنیا می باشه. اینجا مثالی که بر ما داده شده و این یک عهد است که میگه با شما بسته کردم و این عهد خود را به واسطه خون خود مهر کردم و این حتما انجام میتم و اسیرای شما را از چاه هلاکت که دوزخ است، از مرگ ابدی، از گناه من نجات میتم. خداوند میگه پس مسیح ما و شما امروز میبینیم به مثل یک پادشاه ابدی وارد اورشلیم شد و در اوج با مهر با خون خود این پیروزی را مهر کرد، یعنی خود را فدا کرد. و امروز امی پلان نجات عیسی مسیح که از باعث ایجاد صلح در بین تمام قوم هایی که به مسیح ایمان دارن شده، یعنی در هر جا مسیحا را میبینید شما در صلح و صفا و هم دیگر خود زندگی میکنن و
اینمی مسیح که است سلطان سرپرور و منبع صلح در بین تمام مسیحی است و مسیحی ها ما شما ببینیم که از اونم اورشلیم اسرائیل شروع شد امروز به سر تا سر دنیا میبینیم پراگنده هستند و در هر جای مسیح وجود داره و مسیحیت در حال رشد است. پس این وعده خداوند بود که مسیح میآید و راه نجات را باز میکنه با مثل یک پادشاه و پادشاهی تا ابد ادامه پیدا میکنه. خوبی پیشگویی صورت گرفت تقریبا 600 سال پیش از مسیح پیشگویی صورت گرفت، ولی حالا بیایم ببینیم که پیشگویی واقعا جامعه عمل پوشید یا نپوشید، یا یک خدا یک چیز گفت و دیگه بازو کار هیچ صورت نگرفت. دوستای ما بازم بر شما از کتاب مقدس میخوانم از فصل 12 یوحنا 12 و میبینیم امو رقمی که پیشگویی شده و 600 سال پیش امو پیشگویی جامعه عمل پوشید و امو رقمی که پیشگویی شده بود امو کارا چه شد صورت گرفت. خب عیسی میگه وارد اورشلیم میشد. روز بعد در تمام شهر خبر پیچید که عیسی با اورشلیم میآید. پس جمعیت انبوهی که برای مراسم عید آمده بودند با شاخه های نخل به پیشوا زو رفتند در حالی که فریاد میزدند مقدمت مبارک باد، یعنی قدمت ای نجات دهنده، زنده باد پادشاه اسرائیل، درود بر تو ای فرستاده خدا. عیسی نیز کراولاغ یافت و بر آن سوار شد، همان گونه که در پیشگویی کتاب آسمانی آمده است که ای قوم اسرائیل از پادشاهت نترس چون او با فروتنی سوار بر کراولاغ می آید. شاگردان او در آن زمان متوجه این پیشگویی نشدند، ولی بعد از این که عیسی به جلال خود در آسمان بازگشت پی بردند که تمام پیشگویی کتاب مقدس در مقابل چشمانشان یکی پس از دیگری واقع شده است. خب دوستان عزیز، در اینجا ما و شما دیدیم که واقعا اون رقم پیشگویی شده و عیسی مسیح سوار بر یک کراولاغ وارد اورشلیم میشه و به مثل یک پادشاه ابدی مورد پذیرایی مردم قرار میگیره. مردم شاخه‌های نخل یا خرما را به پیشروی عیسی مسیح هموار میکنن و عیسی مسیح بسیار با یک ورود ظفرمندانه و پیروزمندانه و شاهانش وارد شهر اورشلیم میشه و در اوج مردم هم سرود سر میتن که مبارک است آن پادشاه که چی میکند میآید، یعنی هوزانا هوزانا یا هوشیانا هوشیانا، مردمی روز را تجلیل میکنه. و در اینجا کتاب مقدس گفت که شاگردای مسیح در روز زمان متوجه از پیشگویی نشدن، ولی مسیح این پیشگویی را جامعه عمل پوشاند تا مردم دیگه شک نکنن که امو مسیح موعود نیست. پس دوستان عزیز، اینمی فلسفه یک شنبه نخل و هفته مقدس بود که ما بر شما تشریح کردم. یعنی یک شنبه نخل، یک شنبه که مسیح با ورود شانش با اورشلیم مورد پذیرایی مردم قرار گرفت و مردم شاخه‌های نخل در مقابلش فرش کردند و سرود پیروزی و مقدمت مبارک ای پادشاهی که از جانب خدا میایی، یا مبارک است آن پادشاه که از جانب خدا میآید، آن پادشاه ابدی، این سرود سر دادن و از مسیح پذیرایی کردن. و هفته مقدس گفتیم که مسیحا اینمی هفته است فعلا که ما امروز روز سه شنبه است. در این هفته مسیحا چی میکنن؟ گفتم دوشنبه چون مسیح معبد اورشلیم را پاکسازی ساخت، معبد که جای عبادت بود به جای تجارت تبدیل شد، مسیح را دوباره به جای عبادت تبدیل کرد و روز سه شنبه آخرین سخنرانی خود در جمع مردم در اورشلیم گفت انجام داد و روز چهارشنبه یهودا طرح مثلا خیانت با مسیح را با فریسی‌ها و علمای مذهبی یهود بست و روز پنجشنبه مسیح شام خود را که به نام شام خدا یاد میشه با شاگردای خود خورد، یا نان شب را. روز جمعهش بر روی صلیب رفت. شنبه در قبر بود و یک شنبه با پیروزی ظفرمندانه از مرگ برخاست. و امروز ما مسیحا بسیار خوشحال هستیم که یسوع مسیح نمرده بلکه زنده است و ما زندگی از او، زنده بودن از او، قیام از او، رستاخیز از او ما جشن میگیریم. دوستان عزیز، یک شنبه نخل یا عید یک شنبه نخل بر همه شما پیروز و مبارک باد. هفته مقدس بر شما پیروز و مبارک باد و بیاین که هفته ما شما با دعا، با ستایش، با نیایش و با خوشی و مشارکت و رفاقت سپری بکنیم دوستان عزیز و بتانیم از هر وقت دیگه بیشتر نام عیسی مسیح را جلال بدیم. برای مسیحا هیچ روز، هیچ هفته، هیچ ماه و سال کدام تقدس نداره، ولی همش برای مسیحا تقدس داره، یعنی همش مبارک است برای مسیحا. ولی همی هفته را مسیحا با سبب وقایع مهمی که صورت گرفته مقدس می شمارند. و همچنان دوستای عزیز کتاب مقدس قسم گفتم برای
تجلیل و برگزاری عید مولود مسیح یا کریسمس، عید یکشنبه نخل، هفته مقدس، عید جمعه نیک یا گود فرایدی، عید ایستر یا قیام، عید پنتاکوست یا آمدن یا نزول روح القدس و عید صعود عیسی مسیح کدام حکم نفرموده، حتی توصیه هم نکرده، ولی مسیح به سبب امی وقایع مهمی که در کتاب مقدس رخ داده با مطالعه از او آمدن این روزها را اینا محترم شمردن و به سبب احترام و محبتشان نسبت به خداوندشان یسوع مسیح این روزها را به شکل جشنها و اعیاد برگزاری میکنن و در این روزها بیشتر نام خدای خود را جلال میتن و خوش میباشن و دور هم جمع میباشن. دوستان عزیز، تشکر، امیدوار هستم که معلوماتم درباره یکشنبه نخل و هفته مقدس برای شما مفید واقع شده باشه و ما قسم گفتم یک برنامه دیگه درباره عید جمعه نیک و همچنان دوستان عزیز عید قیام می سازم و او را با شما در جریان میگذارم. در نام پاک خداوند و نجات دهنده ما یسوع مسیح این برنامه را به پایان میرسانیم و همه شما را به مو خدای زنده و حقیقی یعنی یسوع مسیح مسپارم. آمین. تا برنامه بعدی که بازم در خدمت شما با موضوع جدید قرار میگیرم. همتان آرام و خوش و خرسند باشیم.